سلام به دوستداران تاریکی، به کانال امیر دارکنس خوش اومدین. ترسناکترین ها در انتظارتونه. پس قبل از شروع ویدیو بسم الله بگو. این ویدئویی مرموز و قابل تأمله. مردی رو میبینیم که روی آب راه میره. در مقابل قایقی رو میبینیم که روی آبه. خب حالا چطور ممکنه که این آقا روی آب راه بره؟ واقعا نمیدونم، یعنی ممکنه نیروی فراتبیعی داشته باشه یا توضیح دیگه ای داریم. این مورد با دوربین مدار بسته ثبت شده. به نظر میاد فردی میخواسته کار شبانه ای انجام بده، ولی قبل از اینکه جلوی دوربین قرار بگیره مورد ترسناکی ثبت میشه. حاله ای شبح مانند قبل از طرف از جلوی دوربین رد میشه. ممکنه به این خاطر که خیلی شفافه کامل دیده نمیشه. بعضیا اینو یه روح میدونن، ولی بعضیای دیگه اینو جن میدونن. به نظر شما کدوم یکیه؟ جن یا روح؟ این آقا داشت کارش انجام میداد که یهو موردی نامرئی پاشو میکشه و به زمین میندازتش. عکس العملش طوری هست که انگار خودشم توش مونده که چی شد. کلیپای امشب واقعا عجیبن. فکر میکنید این خانوم یه انسانه؟ در نگاه اول همه چی عادی به نظر میرسه، ولی درست موقعی که خانوم به در میرسه غافلگیر میشیم. وقتی به در میرسه یهو غیب میشه. یعنی این جنی در ظاهر یه خانوم بوده یا توضیح دیگه ای وجود داره؟ نظرتون رو بگید. این کلیپ رو ببینید، بعدش تحلیلمو میگم. Levántate, por favor. Levántate. به نظر من که این کلیپ فیکه، ولی چون حس ترس رو به منتقل کرد گذاشتمش. شما چی؟ ترس رو احساس کردین؟ یکی داشته از یه جاده جنگلی رد می شده که از عرض خیابون حاله دود مانند و انسان نما رد میشه. خیلی شفافه و با سرعت حرکت میکنه. میتونه جن باشه، مگه نه؟
توی این کلیپ ثبت شده مورد غیر معقولی دیده میشه. طرف سر نداره. بعضیا میگن که سرشو پایین آورده، ولی خیلی ها توی شوک موندن و فکر میکنن که واقعا سر نداره. نظر نهایی رو به عهده شما میذارم. در مورد این ویدیو فکر میکنید همچین چیزی ممکنه؟ نظرتون رو توی کامنت ها بگید. برای ویدیوهای ترسناک بعدی لایک و ساب و زنگوله فراموش نشه. شاد باشید و خدا نگهدار.